اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز سه شنبه. مسئولین شهروالی کابل در جلسه گزارش کاری سال 1401 هجری شمسی بیان نمودند که در سال آینده 150 پروژه را در مناطق مختلف شهر کابل با هزینه بیش از 5 میلیارد افغانی تطبیق خواهند کرد. 9 تانکر تیل دیزل بی‌کیفیت توسط اداره ملی استاندارد در بندر میل 78 فرا به کشور ایران مسترد گردید. احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه میگوید سند بودجه سال مالی 1402 هجری شمسی در کمیسیون های اقتصادی و اداری تصویب شده. کابینه نیز آن را تصویب نموده است و برای تشریح به امیرالمومنین حفظه الله پیشکش شده است. قماندانی امنیه کابل میگوید نیروهای امنیتی حوزه 15 یک تاجر را از چنگ آدمربایان نجات داده و در پیوند به این قضیه 4 تن را بازداشت کرده اند. وزارت دفاع ملی میگوید یک پرونده هلیکوپتر روسی ANC-2B توسط تیم‌های تکنیکی نیروهای هوایی ترمیم شد که موفقانه پرواز نمود. معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء میگوید افغانستان و ازبکستان در سال جاری 1402 هجری شمسی بر اساس یک تفاهم مشترک در بخش پروژه های بزرگ همکاری خواهند کرد. مسئولین ریاست معارف فاریاب میگویند 2 مکتب دخترانه و پسرانه در ولسوالی های دولت آباد و خواجه سبزپوش این ولایت به بهره برداری سپرده شده است. این مکاتب با حمایت مالی نروژ از طریق برنامه انکشاف دهات اداره اکتید به ارزش 11 میلیون افغانی ساخته شده است. رئیس گمرک ولایت قندهار میگوید در سال 1401 هجری شمسی 14 میلیارد و 23 میلیون و 745,570 افغانی عواید جمع‌آوری کرده است که نسبت به سال 1400 بیش از 5 میلیارد افغانی افزایش را نشان می‌دهد. مسئولین قماندانی امنیه کندوز میگویند که 600 معتاد به مواد مخدر را درمان کرده اند.